فکرشو بکنین، یه قانوننامه مال 550 سال پیش میتونه کلید عدالت مالیاتی مدرن باشه. خب اصلا عدالت مالیاتی یعنی چی؟ حالا جالب اینجاست که 550 سال پیش یه پادشاه ترک تو ایران یه جواب انقلابی براش پیدا کرد. ولی قبل از اینکه راه حل رو ببینیم، باید بدونیم مشکل چی بود. یه اقتصاد کاملا آشفته. گرفتن مالیات‌های غیر شرعی و غارت اموال مردم یه جورایی ادامه سنت‌های مغول‌ها بود. سیستم مالیاتی کاملا دلبخواهی بود. هر حاکمی هر جور دلش می‌خواست مالیات می‌گرفت. یعنی رسما یه سیستم غارتگری بود. مردم با زورگیری و عدم شفافیت کامل طرف بودن. و این دقیقاً همون آشفتگی بود که اوزون حسن، رهبر آقایان‌الوها، می‌خواست تغییرش بده. ببینید، اوزون حسن فقط یه جنگجو نبود. اون یه اصلاحگر اقتصادی بود که دیدگاه روشنی داشت. اونم مثل شاهرخ تیموری می‌خواست سنت‌های منقولی رو کنار بذاره و یه نظم جدید بسازه. بینش کلیدیش این بود: اقتصاد با ثبات بدون عدالت ساخته نمیشه، امکان نداره. و راه حلش چی بود؟ قانوننامه. یکی از پیشرفته ترین اصلاحات اون دوره، بدون شک. این قانون 4 ستون اصلی داشت: حزم مالیات بیقانون، تعیین مالیات زمین، ممنوعیت غارت و ایجاد ثبات. اولین قدمش چی بود؟ برداشتن مالیات‌های غیر شرعی که از دوره مغول مونده بود. تو قانون مالیات زمین، یعنی همون چفت، دقیقاً مشخص شد. دیگه هیچ ابهامی وجود نداشت. قانون جلوی حکام رو برای مصادره اموال گرفت. این خودش یه ضربه بزرگ به سیستم قبلی بود. این قانون با ایجاد ثبات زمینه رو برای رشد اقتصادی و اعتمادسازی فراهم کرد. خب حالا چرا میگیم این سند قرن 15می انقدر مدرن و جلوتر از زمانش بوده؟ ببینید، به جای حرفای شفاهی قانون نوشته شد. مالیات ها هم ثابت و قابل پیش بینی شدن. اما تأثیر این قانون فقط به دوره خود اوزون حسن محدود نشد، بلکه یه میراث موندگار شد. این قوانین حتی تا دوره عثمانی هم پابرجا موندن و الهام بخش اصلاحات بعدی شدن. این قانون الگویی برای عثمانی‌ها شد و مورخا اون رو سنگ بنای اولین سیستم مالی مدرن ایران میدونن. و این سوال پیش میاد: واقعاً چند تا از ایده های اقتصادی به اصطلاح مدرن ما ریشه های چند صد ساله دارند؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای بارش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. بارش سسی، سیزین، سسینیز.